اعطا شده. در طول تاریخ آمریکا فقط 2 نفر نشان عالی نظامی فرمانده ارشد ایالات متحده را دریافت کردند. یک ژنرال آیزنهاور و 2 محمد رضا شاه پهلوی. سال 1946 چین نشان ابرهای مساعد را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1958 ژاپن نشان عالی داوودی را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1965 آرژانتین نشان ژنرال بزرگ آزادی بخش را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1960 اتریش نشان ستاره بزرگ را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1949 اردن نشان امام حسین را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1975 اسپانیا نشان بزرگ چارلز سوم را به محمد رضا شاه اعطا کرد. اسپانیا 2 بار عالی ترین نشان خود را به محمد رضا شاه اعطا کرد. نشان کارلوس سوم، نشان جوانمردی ایزابل. سال 1955 محمد رضا شاه پهلوی به عنوان تنها غیر آلمانی در تاریخ آلمان نشان شایستگی فدرال آلمان را دریافت کرد. نشان صلیب جنوبی کشور برزیل اولین بار در تاریخ سال 1965 به شاهنشاه آریامهر اعطا شد. دومین نفر ملکه الیزابت سال 1968. سال 1977 چکسلواکی نشان شیر سفید را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1967 سوئد نشان سرافیم را به محمد رضا شاه اعطا کرد. کشور عراق 3 بار عالی ترین نشان خود را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1973 عمان نشان درجه 1 نظامی را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1968 مالزی عالی ترین نشان این کشور نشان تاج پادشاهی را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1975 مکزیک نشان عقاب آستک را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1948 واتیکان نشان طلایی جوانمردی را به محمد رضا شاه اعطا کرد. اولین و آخرین بار به یک غیر اروپایی. سال 1960 یونان نشان منجی بزرگ را به محمد رضا شاه اعطا کرد. سال 1947 آمریکا نشان فرمانده لژیون را به محمد رضا شاه اعطا کرد و سال 1960 بلژیک نشان لئوپولد را به محمد رضا شاه اعطا کرد. اینا فقط بخشی از نشانهای محمد رضا شاه بود، چون تعدادشون خیلی زیاده بقیه رو نگفتیم. حالا که حقیقت رو درباره این مدال ها دونستی، نذار بقیه گمراه بمونن. این ویدیو رو لایک کن و برای دوستات شیر کن و پیج ما رو فالو کن تا همیشه اطلاعات درست و معتبر به دست بیاری.